درود شنوندگان گرامی، گفتارمان را از سلسله خوانش ادبی آغاز می‌نماییم. با توجه شما کتاب کسینوفونت تحت عنوان کروشنامه در ترجمه، تحریر، سرسخن و توضیحات دکتر علم‌های فلسفه پروفسور رمضان نظریف در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمقل تقدیمتان می‌گردد. گفتار 42. سلسله مذکور با هدایت و دستگیری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به چاپ رسید. کروشنامه اثری است که تربیه سرلشکر و حاکم آرمانی مردم فارس را در دوره هخامنشی‌ها تصویر می‌کند. آن همچون رمن تاریخی، ترجمه حالی و دستورنامه اداره‌کنی و راهبری تعبیر می‌شود. در آن در برابر هنرهای جنگی و لشکرکشی و صنعت جنگ و محاربه‌ها، همچنین دستورهای سیاسی و اخلاقی در آمیزش با قصه های مردمی، ترجمه حالی و تخیلات بدیعی تصویر می‌یابد که اکثر آنها در دایره طبقه برگزیده افین صورت گرفته است. همچنین کروشنامه درباره خصلت و سیرت کوروش بزرگ معلومات می‌دهد. کتابی پنجم، بابی سیوم. او را همچون شریک مطلوب با باوری کلان پیشواز گرفته به داخل قلعه در آوردند. چند مدت او به سردار محافظان قلعه برای آمادگی حربی به قدر امکان کمک می رساند. اما برابر پیدا شدن کوروش فی الحال قلعه را به تصرف خود در آورد و به حیث یاردمچیانش واقعاً جنگاوران کوروش را که قبلا اسیر گرفته شده بودند استفاده بود. وقتی که این کار انجام یافت، مرد خنثی تمام شرایط را در قلعه به طور باید و شاید مرتب ساخته در حال به استقبال کوروش برآمد و از روی عادت محلی در پیش پای او افتاده خطاب کرد. شادی کن کوروش. من شادمانی دارم، جواب داد او، زیرا که با یاری خدا تو برای شادی و خرسندیم نه تنها الهام می بخشی بلکه واقعاً مجبور می کنی که شادی و سرور مرا فرا گیرد. مطمئن باش من امکانی ترک کردن این قلعه را همچون یک تکیه‌گاه وفادار برای هم پیمانهای تهجاییم بهاگذاری می نمایم. خودت باشی گدت، گرچندی که آن آشوری احتمالاً تو را از قابلیت نسلداری محروم کرده باشد هم، اما از امکانیت کسب نمودن دوستان محروم نساخته است. بدان که با این رفتاری کنونیت در میان ما چنین دوستانی پیدا کرده ای که تا جایی که به آنها وابستگی دارد سعی می‌ورزند که نه کمتر از فرزندان خودی کس حامی و پشتیبانی تو باشد. هنگامی که کوروش این سخنان را می گفت، پیشوای گیرکنیان که نوکک از این حادثه واقف گردیده بود به سوی او دویده آمد. او دستش را سخت فشرده خطاب کرد. تو کوروش، برای همه ما دوستان بختی بزرگی. مرا برای منتداری نهایت عمیق به خدایان که آنها مرا با تو نزدیک نمودند وادار می سازی.
در این حالت فرمود کوروش برو و به قلعه‌ای که برای آن مرا به آغوش گرفته صاحب شو و آن را چنان تصرف کن تا من بعد برای قبیله تو و دیگر هم پیمانهایش تحفه بی‌بها باشد و خصوصاً علاوه کرد او برای این گدت که قلعه را ضبط کرده به دست ما سپرده است. اما پرسید گیرکنی از بس که به زودی به اینجا کدوسی ها، سگ ها و هموطنان من تشریف می آرند، آیا آنها را نیز دعوت کرده می توانیم که همه در یک جایگی همه آنهایی که به این کار دخل دارند محاکمه کنیم که چطور ما این قلعه را با منفعت بیشتر مورد استفاده قرار دهیم؟ کوروش این پیشنهاد را پذیرفت. سپس هنگامی که منفعت داران در حل و فصل سرنوشت این قلعه جمع آمدند، تصمیم گرفتند که آن را با همراهی همه آنهایی که در نگاه داشتن آن برای خودشان نفع می جویند حفظ کردن لازم است تا که قلعه برای آنها واسطه امنیت از هجوم دشمنان و برای آشوریان همچون تهدید به کار رود. از آن وقت این جانب همه، هم کدوسی ها، هم سگ ها و هم گیرکنی ها در این محاربه حربی کوروش با شماره بیشتر و جد و جهد زیادتر شرکت می نمودند. گروه جنگی کدوسیان از 20,000 پیلتست ها و 4,000 سواره های نظامی، سگ ها تا 10,000 کمانوران و 2,000 تیراندازان سواره را تشکیل می دادند. گیرکنیان هم به قدر امکان جنگاوران علاوگی پیاده‌گرد فرستاده شماره سواران نظامی را به 2,000 رسانیدند. در واقع پیشتر اکثر سربازان سواره آنها مجبور بودند در ملکشان بمانند، زیرا در آن وقت کدوسی ها و سگ ها با گیرکنیان دشمنی داشتند. همه وقتی که کوروش در نزدیکی این قلعه توقف می نمود، در آنجا ترتیب و نظام را جاری می کرد. بسیاری از آشوریان که در آنجا زندگی می کردند اسب‌های و اسلحه را به او می آوردند که الکی از ترس و هراس در نزد این همسایه ها به تحریک آمده بودند. بعد از این به زودی گدت به نزد کوروش حاضر شده خبر داد که طبق معلوماتی که به او رسیده است، شاه آشوری وقتی که از ضبط شدن قلعه درک یافت سخت خشمگین شده است و حالا برای ورود به خاک کشور گدت قوه‌های نظامیش را مجهز می کند. از این رو گفت در خاتمه گدت: اگر مرا جواب دهی کوروش، من کوشش می کنم که قلعه های خود را حفظ نمایم. در نسبت قلعه های باقی مانده غمخواری من کمتر خواهد بود. اگر حاضر روی، پرسید کوروش، بعد چند وقت به خانه‌ات می رسی؟ روز 3 سفرم من می توانم در مملکت خود هنگام خوراک شام حاضر باشم، جواب داد گدت. و به اندیشه تو، آیا تو در آنجا الکی با آشوری روبرو خواهی آمد؟ بی‌شبهه، زیرا وی برای به آخر رسانیدن جنگ می‌شتابد، مادامی که موافق حسابها تو هنوز در مسافه دور باقی میمانی. خوب، من باشم؟ پرسید کوروش. بعد چند روز همراه لشکرم
به آنجا رسیده می توانم؟ به این سوال گدت چنین پاسخ داد: تو جناب الکی لشکری زیاد داری و در مدتی نه کمتر از 6-7 روز به ملک من رسیده نمی توانی. پس گفت کوروش: هرچی زودتر برو و من با تمامی عاجلی از پی تو خواهم رفت. همین طور گدت به راه برآمد و کوروش همه راهبران گروه‌های جنگی هم پیمانش را به نزد خود دعوت کرد. آنها الکی خیلی زیاد بودند و به نظر آدمانی کاملا سزاوار می نمودند و به آنها مراجعت کرده چنین گفت: جنگاوران هم پیمان، گدت به ما از نقطه نظر عموم خدمتی بزرگ به انجام رساند و آن را پیش از آن که ما به وی و نیکی و خیر نماییم به اجرا رساند. حالا باشد چنانه که خبر می رسانند شاه آشوری به کشور او حمله آوردنی است و آن پیش از همه به خواهش معلوم او و بهر جزا دادن گدت برای آسیب بزرگی که به اندیشه او این شخص به او رسانیده است و دوم احتمالاً از آن سبب که اگر تابعانش را برای از او دور شدنشان جزا ندهد و دیگران با صداقت و وفاداری به او در زیر ضربه های ما به هلاکت می رسند، به زودی هیچ کس احتمالاً با او هم پیمان بودن نمی خواهد. بنابراین جنگاوران به عقیده من ما حالا رفتاری نکوکارانه صادر می نماییم که اگر به خیرخواهمان گدت کمکی ثمره بخش رسانیم. ما تنها از روی عدالت رفتار خواهیم کرد که اگر برای خدمت منتداری اظهار نماییم، اما در عین زمان به نظرم ما نیز برای خودمان کاری بی نهایت مفید را به اجرا می رسانیم. آخر اگر به هر کس روشن گردد که ما چطور سعی و تلاش می ورزیم تا از طریق با بدان بد و با نیکان نکو بودن و برتری صاحب شویم، پس به شرافت این طبیعی است که بسیاری ها با ما خواهش دوستی پیدا نمودند. یگان کس نمی خواهد که دشمن ما باشد. اما اگر معلوم شود که ما گدت را به حواله تقدیر پرتافته ایم، پس در این حال به من به خاطر احترام تمام خدایان بگویید که با کدام سخنان ما کسی را باور کننده می توانیم که به ما نیکی کند؟ چطور ما جرأت کرده می توانیم که خود را تعریف و توصیف نماییم؟ کی از بین ما به چشمان گدت راست نگاه کرده می تواند که اگر از نگاه اصالت و شرافت ما آدمانی از جهت شماره اینقدر بزرگ از یک انسان و زیاده از این از شخصی اینقدر معیوب پستری؟ چنین گفت کوروش. همه حاضرین سخنان او را گرم و صمیمانه معقول دانسته به تکلیف او راضی شدند. در این صورت فرمان داد کوروش: از بس که چنین نقشه کار برایتان پسند است، بیایید با حیوانهای بارکش و عرابه ها آن اشخاص خودمان را باقی گذاریم که برای راهنمایی کردن کاروان موافق تر می باشند. گابری را راهبری آنها مانده به هدایتشان سروری نماید، زیرا وی راه را خوب می داند و در دیگر جنبه ها نیز خیلی با اعتماد است. ما خودمان سواری اسب‌های بهترین و همراه آدمان بهترین به پیش می رویم و برای 3 روز غذا می گیریم. باری ما هر قدر سبکتر و ساده تر باشد، همان قدر در روزهای من بعده به خوشحالی صبحانه خوراک شام می خوریم و خواب می رویم. اکنون
سخنش را دوام داده گفت او درباره ترتیبی که ما باید از روی آن عمل کنیم. در صف پیش خریسند جنگاورانی زره پوشت را راهبری می کنی. راه اینجا هموار و وسیع است. تو همه تکسی ارخها را در صف پیش می گذاری و بگذار هر یک تکسی ارخ به مثل حلقه زنجیر از دنبالشان روند. در چنین فلنگ ما می توانیم زودتر و با راهی از همه بی خطرتر پیش رویم. فلنگ قطاری جنگاورانی به هم زیچ صف آراسته در قوه‌های حربی یونان قدیم و از کلمه فلنگی روسی به کلی فرق دارد. ایضاح مترجم متن تاجیکی. من برای آن به جنگاوران زره پوش فرمان می دهم که راهبری قطار قوه ها باشند، زیرا این قسم لشکر حامل سلاح وزنین ترین است. اگر در سر قطار گروه جنگاورانی باشند که نظر به دیگران سستر حرکت دارند، طبیعی است که باقی مانده دیگران که سرعت حرکتشان تیزتر است با آسانی به آنها رسیده می توانند و اگر شبانه قسمی تیزگردتر حرکت را سروری نماید، اصلا تعجب آور نیست که قطارهای رهپیمایان به پاره ها جدا می شود، زیرا تیزگردهای صف اول زودتر از آنها دور می روند. از پس آنها سخنش را دوام داده گفت کروش، تو ارتبس، پیلتست ها و کمانورانی فارس، سپس تو اندمی مادها، سربازانی پیادگرد مادها، بعد تو امبس جنگاورانی پیادگرد ارمنی، پس از آن تو ارتوخ گیرکنها، از پس آنها تو فمبرت جنگاورانی پیادگرد سکها و نهایت تو دتم کدوسی ها را به پیش میبرید. بگذار خود آنها همه تکسی ارخها را در قطار اول گذارند، پیلتست ها را به طرف راستی قطار ستون شکل خود و کمانوران را به طرف چپ آن گذارند. با چنین ترتیبی حرکت این جنگاوران در آمادگی بیشتری جنگی قرار خواهند گرفت. بگذار خدمتچیان کاروان‌های همه گروه‌های نظامیان از پی جنگاورانی پیاده‌گرد روند. راهبران آنها باید غمخواری نمایند تا که آنها پیش از خواب تمام بارهایشان را جابجا گذاشته صبح بر وقت با خلطه‌هایشان در قطار نظامی برای آنها تعیین شده جای گرفته از پس جنگاوران با ترتیب مقرر شده حرکت نماید. از پی خدمتگاران کاروان مدد سوارگان پارسی را راهنمایی می کند و این چنین گروهی صدگانه را در صف پیش می گذارد. اما هر یک گروهی صدگانه باید تکسیس هایشان را که در شکل حلقه زنجیر به شکل یک نفری و مثل فرماندهان جنگاوران پیاده‌گرد مرتب شده اند راهبری کند. شما گفتار 42 را از سلسله خوانش ادبی از روی اثر کسینافوند تحت عنوان کروشنامه در ترجمه، تحریر، سرسخن و توضیحات دکتر علم‌های فلسفه پروفسور رمضان نظریف در قرائت علیزاده عبدالرشید خوجمقل شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی، صدابردار کریم جان حمیدزاده.